سلام خدمت بینندگان عزیز چنل یوتیوب آنتی نیوز. چطورید؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که همیشه حالتون خوب و برقرار و شاد و شنگول و سلامت باشید. امروز آمدیم خدمتتون با یه موضوع ویدیو جدید، ولی قبل از اینکه بریم سراغش لطفاً همین ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو ساب کنید و اگه خوشتون اومد اون زنگوله بغلی رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندهید. بزن بریم سراغ ویدیوی امروز. چرا با وجود بیش از 200 میلیارد تریلیون ستاره در جهان فضا انقدر تاریک است؟ ستاره شناسان تخمین میزنند که حدود 200 میلیارد تریلیون ستاره در جهان وجود دارد و بسیاری از این ستارگان پرنورتر از خورشید هستند. بنابراین چرا فضا با وجود نور این ستاره ها روشن نمی شود؟ ممکنه فکر کنید که دلیل این اتفاق دوری این ستاره ها از زمین است. این درست است که هرچی یک ستاره دورتر باشد کم نورتر به نظر می رسد. برای مثال ستاره‌ای که 10 برابر دورتر است 100 برابر کم نورتر به نظر می رسد. اما این تنها دلیل نیست. یک حباب بزرگ رو تصور کنید که زمین در مرکز آن است. اگر قطر این حباب به اندازه 10 سال نوری باشد حدود 12 ستاره در خود جای می‌دهد. اگرچه در فاصله چند سال نوری از زمین بسیاری از این ستاره‌ها خیلی کم نور به نظر می‌رسند. اگر این حباب را تا 1000 سال نوری یا 1 میلیون سال نوری و سپس 1 میلیارد سال نوری بزرگ کنید، دورترین ستاره‌های حباب کم نورتر به نظر می‌رسند. اما ستاره‌های بیشتری در داخل حباب وجود خواهند داشت که به افزایش نور کمک می‌کنند. اگه حتی دورترین ستاره‌ها بسیار کم نورتر به نظر برسند، تعداد آنها خیلی بیشتر خواهد بود و کل آسمان شب باید روشن باشد. در بخش حباب خیالی از شما خواسته شد تا تصور کنید که ستاره‌ها حرکت نمی‌کنند و جهان سن بسیار زیادی دارد، اما جهان در حال حاضر فقط حدود 13 میلیارد سال سن دارد. اگرچه این زمان از نظر انسان‌ها بسیار طولانی بوده، اما از نظر نجومی کوتاه است، به اندازه کوتاه که نور ستاره‌هایی که دورتر از 13 میلیارد سال نوری هستند هنوز به زمین نرسیده است. بنابراین حباب واقعی اطراف زمین که شامل تمام ستارگانی بوده که می‌توانیم آنها را ببینیم، تنها حدود 13 میلیارد سال نوری از زمین گسترش یافته است. در واقع ستاره‌های کافی در حباب برای پر کردن تمام خطوط دید وجود ندارد. بله و اما رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که از دیدن این ویدیو رضایت کامل رو داشته بوده باشید و تا ویدیوهای بعد شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و در آخرم که بگم لایک کردن ویدیو و ساب چنل ما رو از یاد نبرید. خدا نگهدار.